أنا الذي سهوت، أنا الذي تمت، أنا الذي تعمدت، عمداً بدی کردم. أنا الذي وعدت، من همونیم که به تو وعده دادم. و أنا الذي اخلفت، من همونیم که خلف وعده کردم. أنا الذي نكثت، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وأبوء بذنوبي فاغفر لي. يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته. فلك الحمد إلهي وسيدي. إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك، فأصبحت لا ذا براءة لي فاعتذر فلا ذا قوة فانتصر. فبأي شيء استقبلك یا مولاي. چجوری با تو رو به رو بشم؟ نه کردی منو مرتکب شدم، گفتی نکن این کارو، من مرتکب شدم. حالا با چه رویی با تو رو به رو بشم؟ ابسمی ام به بصری ام به لسانی ام به یدی ام به رجلی الیس کلها نعمک عندی. با گوشم، با چشمم، با زبونم، با دستم، با پا، مگه همه اینا نعمتهای تو نیست که به من دادی؟ و به کلها عصیتک یا مولای، من با همه اینها تو رو نافرمانی کردم. و به کلها عصیتک یا مولا. فلک الحجة والسبیل یا من سترنی من الآباء والأمهات أن يزجروني و من العشائر والإخوان أن يعيروني و من السلاطين أن يعاقبوني. ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنذروني ولرفضوني وقتلوني. فأنا ذا يا إلهي بين يديك يا سيدي خاضع ذليل حصير حقير لا ذو براءة فاعتذر ولا ذو قوة فانتصر ولا حجة فاحتج بها ولا غائل لم أجترح ولم أعمل سوءا. فما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي ينفعني كيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت. وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور. تردید ندارم، شک ندارم. یه روزی از این کارهایی که من مرتکب شدم از من سوال میکنی. و انک الحکم العدل الذی لا تجور و عدلک مهلکی و من کل عدلک مهربی. فان تعذبنی یا الهی فبذنوبی بعد حجتک علی وإن تعفو عني فبحلمك وجودك وكرمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين. لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الخائفين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين لا إله سبحانك إني كنت من الراغبين لا إله سبحانك من المهللين لا إله إلا أنت سبحانك كنت من السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين لا إله سبحانك ربي ورب آبائي الأولين اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإخلاصي لذكرك موحدا وإقراري بآلائك معددا وإن كنت مقرا أني لم أحصها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين ولو رفدني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم لا تحصى آلاؤك ولا يبلغ ثناؤك ولا تكافى نعماؤك صل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك سبحانك لا إله إلا أنت اللهم إنك تجيب المضطر و تکشف السوء خدایا تو دعای درمانده ها رو اجابت میکنی یا مجیب المضطر به حق المضطر عجب المضطر یادم افتاد مضطر میدونی یعنی چی؟ یعنی کی؟ یعنی مثل زینب سلام الله علیها که عصر روز 11 به 1000 زحمت این بچه ها رو سوار بر ناقه های عریان کرد زین العابدین رو سوار کرد حالا خودش میخواد سوار بشه کسی نیست زینب رو کمک کنه همه نامحرما دارن نگاش میکنن زینب سوار بر ناقه شد کار تمام نشد یه وقتی زین العابدین خیره خیره به این بدن پاره پاره نگاه میکنه یه تعبیر عجیب و جانسوزی به کار برد صدا زد یا ثمال الماضی
و یا حجت الباقی، ای یادگار گذشتگان، ای امید آیندگان. مالی اراک تجود به نفسک، تو حجت خدایی، چرا داری با جون خودت بازی میکنی؟ حضرت فرمود عمه مگر این بدن پاره پاره حجت خود؟ اللهم انك تجيب المضطر و تکشف السوء و تغیث المکروب و تشفی السقیم و تغنی الفقیر و تجبر الکثیر و ترحم الصغیر و تعین الکبیر و لیس دونک ظهیر ولا فوقک قدیر و انت العلی الکبیر. یا مطلق المکبل الاسیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا عصمت الخائف المستجیر، یا من لا شریک له ولا وزیر. صل علی محمد و آل محمد و اعطنی فی هذه العشیه افضل ما اعطیت و انلت احدا من عبادک. عجب دعاییه، عجب فرازیه. خدایا این شامگاه امشب بهترین چیزهایی که به بنده های خوب خودت عطا میکنی به ما عطا کن. و اعطنی فی هذه العشیه افضل ما اعطیت و انلت احدا من عبادک من نعمت تولیها و آلاء تجددها و بلیت تصرفها. هر بلایی که از اونا برمیگردونی از ما برگردون. و کربت تکشفها و دعوت تسمعها، دعایی که از اونها اجابت میکنی امشب. و حسنت تتقبلها و سیئت تتغمدها انک لطیف بما تشاء خبیر و علی کل شیء قدیر. اینجا هر کس هر چی میخواد از خدا بخواد. اینجا جای دعا کردن، اینجا باید از خدا بخواه. بخیل نباشی، یا دنیا بخواه آخرت بخواه، برای خودت بخواه برای دیگران بخواه. ولی یه نکته مهم یادمون باشه، من چند جمله‌ای در مورد این فراز حرف دارم. در کنار دعا اگر کار خیر هم انجام بدیم، مخصوصا اگر به دیگران خدمت کنیم، اون عمل صالح دعای ما رو بالا میبره. اینجا که دعا کردی گفتی خدایا به بنده های خوبت چی عطا میکنی به ما عطا کن، چه نعمتهایی رو بر اونها تجدید میکنی، چه بلاهایی رو از اونها برمیگردونی، چه گرفتاری و اندوهی رو از اونها برطرف میکنی، چه دعایی رو اجابت میکنی. و حسنت تتقبلها، چه کار خیری رو از اونها قبول میکنی. و سیئت تتغمدها، چه کار زشتی رو از اونها میپوشونی. رفقا اگر در کنار دعا عمل خیر انجام دادیم، مخصوصا اگر به دیگران خدمت کردیم، اون عمل صالح دعای ما رو بالا میبره، به اجابت نزدیک میکنه. قرآن خوندید همتون، موسی علیه السلام پیغمبر اولوالعزم از مصر فرار کرد، مدت زیادی در این بیابونها بود. شاید در مسیر هم دعا کرد، اما در مسیر دعاش اجابت نشد. به یه قرص نانی محتاج بود که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود والله ما سأله الا خبزا یأکله. موسی از خدا فقط یه قرص نان خواسته بود. لأنه کان یأکل بقلة الارض، چون انقدر موسی گرفتار شده بود که از گیاه زمین میخورد، شکمش
به کمرش چسبیده بود، انقدر لاغر شده بود. در این شرایط افراد عادی چه میکنن؟ کاری به کار دیگران ندارن، میگه من دنبال مشکل خودم. اما ما باید از اولیاء خدا یاد بگیریم که در شرایط سخت در کنار دعا خیر ما به مردم برسه. تا چی؟ تا خدا بیاد دست ما رو بگیره. بله، تا دست ما رو خدا بگیره. موسی علیه السلام کجا دعاش اجابت شد؟ وقت دیدید دختران شعیب تنهان با عفت آمدن آب ببرن، موسی با حیا سرش رو زیر انداخت، به اونا کمک کرد گوسفندانشون رو آب بدن. اینجا بود که به تعبیر قرآن ثم تولا الی الظل، رفت زیر سایه، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا هر خیر و نیکی بر من بفرستی من بهش نیازمندم. همین خدمت، بعضیا میگن همین خدمت به دختران شعیب که بدون شائبه بود، بدون گناه بود، با اخلاص بود، کمکشون کرد. جلو این همه مردایی که اومده بودن گوسفنداشون آب بدن، موسی به دخترای شعیب کمک کرد. همین باعث اجابت دعای موسی شد. بلا فاصله در آیه بعد چی فرمود؟ فجاءته احداهما، یکی از دختران شعیب آمد، تمشی علی استحیا. به به، این تعبیر خداست از حیای دخترها. با حیا را میرفت، با حیا صحبت میکرد. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. بیا، پدرم تو رو دعوت کرده، گفته بیا میخوام بهت مزد بدم، بهت اجر بدم. اون خدمت رو کرد، دعاش اثر کرد. دختر شعیب اومد گفت پدرم تو رو دعوت کرده، پاداش کار تو رو بده. آی رفیق، آی عزیز دل، آی جوون، بعد از دعای عرفه امروز بیا با خدا عهد ببند، بنا بگذار خدمتی ولو کوچیک به اطرافیانت بکن. داری از اینجا میری، با ماشین خودت دیگران رو سوار کن. غذا پختی امشب، در خونه دیگران ببر. به والدینت، به خویشاوندانت، به دوستانت احسان کن. یه تماس بگیر، حالشونو بپرس. کارهای کوچیک که این دعاهایی که امروز کردیم، دعاهای بزرگ در روز عرفه، به اجابت برسه. شاید بهتر از همه این که برای نیت کنی برای بزرگداشت روز عید قدیر، برای اطعام روز عید قدیر، برای کمک به دیگران در روز عید قدیر، یه پولی رو کنار بذاری، یا خودت خرج کنی یا به اهلش برسونی اونا خرج کنن. بله، همین کارهای کوچیک باعث قبولی و اجابت این همه دعا در روز عرفه میشه. علاوه بر این که قرآن کریم بیش از 50 بار اشاره کرده که نماز و زکات با همن، یعنی ارتباط با خدا و خدمت خلق باید کنار هم باشه. بله، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. بله، یک خدمت به خلق این دعاها رو بالا میبره و به اجابت میرسونه. خدایا امروز در این روز عرفه به ما توفیق بده با عمل صالحی که ولو کوچیک تو با اخلاص از ما میپذیری، دعاهای ما به اجابت برسه. اللهم انك اقرب من دعی و اسرع من اجاب و اکرم من عفا و اوسع من عطا و اسمع من سئل. یا رحمان الدنیا والآخرة و رحیمهما، لیس کمثلک مسئول ولا سواک مأمول. دستها رو بلند کنید. سابقه دعا کردن ما با خدا اینطوره: دعوتک فاجبتنی و سألتک فاعطیتنی و رغبت الیک فرحمتنی و وثقت بک فنجیتنی و فزعت الیک فکفیتنی. اللهم فصل علی محمد عبدك و رسولك
ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وتمم لنا نعماك نعمتات رو بر ما کامل کن و هنئنا احتاک و اکتبنا لك شاکرین و لآلائک ذاکرین آمین آمین رب العالمین. اللهم یا من ملک فقدر وقدر فقهر وعصي فستر واستغفر فغفر يا غاية الطالبين الراغبين ومنتهى أمل الراجين يا من أحاط بكل شيء علما ووسع المستقيلين رأفة ورحمة وحلما. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك البشير النذير السراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين. اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك منك يا عظيم فصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين وتغمدنا بعفوك عنا با پرده عفو خودت کارای بد ما رو بپوشون. فإلیک عجت الأصوات بصنوف اللغات فاجعل لنا اللهم في هذه العشية نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك ونور تهدي به ورحمة تنشرها وبركة تنزلها وعافية تجللها ورزق تبسطه يا أرحم الراحمين. یا ارحم الراحمین. امروز چطور برگردیم از دعای عرفه؟ اللهم اقلبنا فی هذا الوقت منجحین مفلحین مبرورین غانمین ولا تجعلنا من القانتین. خدایا ما رو از ناامیدا قرار نده. ولا تخلنا من رحمتك ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك ولا تجعلنا من رحمتك محرومين. ای خدایی که فرمودی رحمتی وسعت کل شیء، ما رو امروز از رحمت خودت محروم نکن. ولا تجعلنا من رحمتك محرومین ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانتین ولا تردنا خائبین ولا من بابك مطرودین. ما رو از در خونت طرد نکن. یا اجود الاجودی و اکرم الاکرمین. آخر دعای عرفه است. معلوم امام حسین با یه انقلاب روحی، با یه حال معنوی، با یه سوز دل این عبارات رو میفرمان: الیک اقبلنا موقنین ولبیتک الحرام آمین قاصدین
فاعنا علی مناسکنا. دعا میکنم براتون تا جوونین حج برین. عمره هم خوبه، عمره خیلی خوب. حج برید تا جوونین. تا جوونین مدینه برین. تا جوونید زیارت پیغمبر برید، زیارت ائمه بقیع برید. الان یادم افتاد، مدینه برید، اونجا هی عذرخواهی کنید، هی زیر لب بگید یا زهرا یا فاطمه، اگر نمیفهمم و پامو روی قبرت میذارم منو ببخش. بعد بری شجره لبیک بگی، محرم بشی. قابل توصیف نیست، قابل توصیف نیست که امروز آخر عرفه من چندین بار خدا توفیق داده دیدم ای کاش که آدم می شدم، ای کاش می فهمیدم کجا بودم، ولی دیدم که دعای عرفه تموم میشه، این حاجی ها بلند میشن یه گمگشته ای دارن، هی میرن تو این صحرا میچرخن، هی میگن یا صاحب است یا بقیت. یه نگاهی هم به ما بنداز، ما که امروز نه عرفاتیم نه کربلاییم. نه ما قبول نداریم که این هیئت ها رو باید خلوت کرد و همه بلندشن برن. نه ما این هیئت ها رو همه رو کربلا میکنیم، ما این جلسه ها رو در عالم برپا میکنیم، تو هم به ما نگاه میکنی. تو خدای بدبخت بیچاره هایی، تو خدای گناهکارایی، یا اله العاصین. ما امروز با یه عشقی اومدیم اینجا، ما رو جزو اونایی که عرفاتن، جزو اونایی که الان کربلان، اسم ما رو بنویس. الیک اقبلنا موقنین، ما به تو رو آوردیم، ولبیتک الحرام آمین قاصدین. فاعنا علی مناسکنا و اکمل لنا حجنا واعف عنا و عافنا. دستاتون رو بلند کنی، فقط مددنا الیک ایدینا. خدا دستامون رو سمت تو بلند کردی. چه دستایی؟ فهی به ذلت الاعتراف موسومه. این دست ها نشانه های خاری اعتراف به گناه رو در خودش داره. ای خدا دستای خالی ما رو نگاه کن، ما دست خالی اومدیم، عیبی نیست، اگر دست خالی برگردیم عیبه. اللهم فاتنا فی هذه العشیة ما سألناک واکفنا ما استکفیناک فلا کافی لنا سواک. ما جز تو کفایت کننده نداریم، ولا رب لنا غیرک، نافذ فینا حکمک، محیط بنا علمک، عدل فینا قضاک، اقض لنا الخیر وجعلنا من اهل الخیر. اللهم اوجب لنا بجودك عظيم الاجر وكريم الذخر ودوام اليسر. اینو همه با سوز دل بگید، واقعا بخواید. واغفر لنا ذنوبنا اجمعین، همه گناه ما رو ببخش. ولا تهلكنا مع الهالكين ولا تصرف عنا رأفتك ورحمتك یا ارحم الراحمین. آخر دعای عرفه است. اللهم اجعلنا فی هذا الوقت ممن سألك فأعطیته. منو از اونایی قرار بده که ازت خواستن، تو هم بهشون عطا کردی. و شکرک فزدته. خدایا منو اینجوری دست خالی بر نگردون. من به روز عرفه پناه آوردم. امام صادق فرمود من لم یغفر له فی شهر رمضان، اگر کسی در ماه مبارک رمضان بخشیده نشه، لم یغفر له الی قابل، تا سال بعد بخشیده نمیشه. فقط یه راه داره، الا ان یشهد عرفه، مگر اینکه روز عرفه رو درک کنه. خدایا من امروز اومدم در خونت، اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فأعطيته
و شکرک فزدت و تاب الیک فقبلته. خدایا من از اونایی قرار بده که به تو رو آوردن، تاب الیک فقبلته، تو پذیرفتی. نمیدونم از اول دعا هی تو دلم یه حرفی میاد و میره. هزار بار من این روزه رو خوندم. ای خدا منو از اونایی قرار بده که تاب الیک فقبلته، به حق اون آقای غریبی که رفت یه گوشه ایستاد، از لشگر کناره گرفت. مهاجر ابن اوس آمد گفت ای هر این چه حالیه؟ اگر از من سوال میشد شجاعترین مردم کوفه کیه، من اسم تو رو میبردم. یه نگاه کرد، صدا زد یا مهاجر والله اخیر نفسی بین الجنة و النار. ای مرد من دارم خودم رو بین دو راهی جهنم و بهشت میبینم، من سر دو راهی ایستادم. بعد صدا زد فوالله لا اختار علی الجنة شیئا، من جز بهشت انتخاب نمی کنم. به پسرش یه نگاهی انداخت، پسر من طاقت جهنم رو ندارم، تو میخوای چه کنی؟ گفت همون راهی که تو بری با تو میام. یه نهیبی به اسبش زد، پیرمرد با پسرش آروم آروم راه افتاد. در روایت هست دستها رو روی سر گذاشت، سپر رو واژگون کرد، یعنی من برای جنگ نمیام. زیر لب یه جملاتی میگفت اللهم الیک انبت فتب علی، خدایا من به سمت تو رو آوردم، توبه من رو قبول. فقد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، خدایا من دل این دختر بچه ها رو لرزوندم، من دل دوستان تو رو لرزوندم. آمد مقابل امام حسین ایستاد، اشکاش روی صورتش جاری شده بود، سرشو پایین انداخت، سلام کرد، جواب سلام شنید، فقط یه جمله گفت یا ابا عبدالله هل تری لی من توبه؟ یا ابا عبدالله من اومدم فقط یه سوال ازت، دیر شده قبول، من دیر اومدم، الان اگه توبه کنم خدا توبه‌مو قبول میکنه. آقا فرمود نعم یتوب الله علیک، خدا توبه پذیر، خوش اومدی، پیاده شو. نه اینکه بخواد امر مولا رو اطاعت نکنه، یه نگاهی انداخت، عرضه داشت یا ابا عبدالله اگر من سواره باشم بهتره، اجازه بده من پیاده نشم. بعضی ها میگن خجالت کشید، گفت الان پیاده میشم، این دختر بچه های اهل حرم منو میبینن، میگن باعث و بانی این بود، این نذاش بابای ما برگرده به اون جایی که اومده بود. رفت مقابل لشکر ایستاد، روزه هم خوند. یهو مردم تعجب کردن، عجب سردار سپاه کوفه اومده مقابل لشکرشون ایستاده. گفت وای مردم، شما آبی که پرنده های آسمون از اون متنعمن، وحش بیابون در اون میغلطه، ماهی دریا از اون متنعمه، شما به پسر دختر پیغمبرتون حرام کردید، شما خیلی بد مردمی هستین. روزه خوندیه، گفت بودندی و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. روی زمین افتاد. ای قربون این حال خوشتون، الحمدلله بعضی مجلس‌ها سر و صدا نداره ولی سوز دل داره. کی امروز بین ما از بنده های خوب خدا که به خاطر او به دلای ما جلا دادن؟ احساس میکنیم که مغفور الله داریم از این جلسه بیرون میریم، بخشیده شدیم و داریم میریم. روی زمین افتاد، امام حسین رو صدا نکرد. من کجا، امام حسین کجا؟ شهدا هر کدوم روی زمین می افتادن آقا رو صدا می کردن، خداحافظی می کردن، صدا نکرد. که وقتی یه دست مهربونی سر رو بلند کرد، روی دامن گذاشت، میدونید چیکار کرد؟ فجعل یمسح التراب عن وجهه، شروع کرد با این دستهای مهربون این خاکها رو کنار زدن، نوازش کردن. صدا زد انت الحر کما سمتک امک، مادر چه اسم خوبی برای تو گذاشت. آخر دعای عرفه است، گریه کردینم بشنو،
سردار تو به کار کربلا این سفره رو برای ما پهن کرد و بقی الحسین فردن وحیدا. حسین ابن علی تنها شد و نظر یمینا و شمالا، یه نگاه به راست و چپ کرد کسی رو ندید. فلم یرمن و مهدا. ها زمزمه کن. اینجا صدای غریبی بلند کرد، صدا زد یا مسلم ابن عقیل. روز شهادت مسلمه، وفا رو ببین، وفا رو ببین. مسلم که کربلا شهید نشد، مسلم 9 ذوالحجه امروز شهید شد کوفه. اولین اسمی که صدا کرد اسم مسلم بود. آخه مسلم همون لحظه آخر از بالای دارالاماره یه نگاهی به افق کوفه انداخت، صدا زد یا ابا عبدالله ارجع فداک ابی و امی. پدر و مادرم به فدات برگرد، برگرد، برگرد. و تاب الیک فقبلته. من به تو رو آوردم، خدا توبم رو قبول کن. مسلم ابن عقیل رو صدا کرد، هانی ابن عروه رو صدا کرد، یا حبیب ابن مظاهر، یا مسلم ابن اوسجه، دونه دونه همه رو صدا کرد. یه وقت فرمود یا علی ابن الحسین، علی اکبرم کجایی؟ یا حر الریاحی، سردار من کجایی؟ ببینی تنها شدم. مردم یه ساعتی رسید، تنهاییش به جایی رسید. امام زمان در ناحیه مقدسه فرمود، با گوشه چشم خیمه هاشو نگاه می کرد. همه صدا بزنید حسین. اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فأتيته فشكرك فزدته وتاب إليك فقبلته وتنصل إليك من ذنوبه كلها فغفرتها له. منو از اونایی قرار بده که از گناهانشون به سمت تو جستن، فرار کردن، همه رو آمرزیدی. یا ذا الجلال و الاکرام. اللهم و نقنا و سددنا. ما رو پاکمون کن. حاج قاسم فیض ببر. خدا ما رو پاکیزه بپذیر. سید حسن مظلوم و شهیدمون فیض ببره. اللهم و نقنا و سددنا و اقبل تضرعنا یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم. ای مهربان ترین مهربان ها، ای مهربان اون کسی که از او طلب مهر و رحمت میکنه. یا من یخفا علی اغماض الجفون ولا لحظ العیون ولا مستقر فی المکنون ولا من طبت علیه مضمرات القلوب. خدایا آنچه در نهان خانه دلها نهفته از تو میدونی. الا کل ذلک قد احصاه علمک و وسعه حلمک سبحانک و تعالیت عما یقول الظالمون علوا کبیرا.
تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو الجد وعلو الجد فلك الحمد والمجد وعلو الجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والأياد الجسام وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحیم. اینجا باید رزق حلال بخوای، اینجا باید یه حاجت مهم بخوای، رهایی از آتش دوزخ بخوای. اللهم اوسع علی من رزقك الحلال وعافني في بدني وديني وآمن خوفی و اعتق رغبتی من النار. بیا ما رو از آتیش آزاد کن. خیلی دعای مهمی ها. مهمترین لحظات اجابت دعا اولیاء دین فرمودن همین رهایی از آتش رو بخواه. در قنوت نماز وتر در نماز شب چی میگی؟ هذا مقام العاذ بک من النار. آخر ماه رجب چی میگی؟ دعای ماه رجب حرم شیبتی علی النار. آخر اون دعا بله من علی بفکاک رغبتی من النار. چقدر دعا داریم. جوشن کبیر میخونی 100 بار میگی خلصنا من النار یا رب، بیا ما رو از آتیش آزاد کن. دعای مجیر میخونی میگی اجرنا من النار یا مجیر. وقتی قرآن سر میگیری شبای قدر میگی اسألک فکاک رغبتی من النار و اعتق رغبتی من النار. بیا من از آتش دوزخ آزاد کن امروز. اللهم اوسع علی من رزقك الحلال و آفنی فی بدنی و دینی و آمن خوفی و اعتق رغبتی من النار. اللهم لا تمكر بي ولا تستدرجني ولا تخدعني وادرع عني شر فسقة الجن والانس. آخر دعای عرفه روایت فرمود امام حسین سر به آسمون بلند کرد، مثل دو مشک از دیده های مبارکش اشک جاری بود. آخر دعا به چشمات التماس کن، همه دست ها رو بلند کنید، سر به آسمون بگیرید. یا اسماء السامعین و یا ابصر الناظرین و یا اسرع الحاسبین و یا ارحم الراحمین. صل علی محمد و آل محمد السادة المیامین و اسألک اللهم حاجتی التي ان اعطیتنیها لم یضرنی ما منعتنی. خدایا اون حاجتی رو از تو میخوام که اگر به من عطا کنی، اگر حاجت دیگه به من ندی اشکال نداره. و ان منعتنیها لم ینفعنی ما آتیتنی. اگر این حاجت رو به من ندی، هر چی به من عطا کنی به درد من نمیخوره، سودی به من نمیرسونه. اون حاجت چیه؟ دستاتو بلند کن. اسألک فکاک رغبتی من النار. منو از آتش آزاد کن. حالا شهادت بده که شب اول قبر زبونت گویا باشه. جمله آخر دعای عرفه است. بعد یا رب میگی. در روایت هست امام حسین هی پیوسته پشت سر هم صدا میزد. حالا شهادت بده لا اله الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. يا رب يا رب يا رب
شهادت مسلم ابن عقیل. خدا به همتون خیر بده. روز شهادت مسلم ابن عقیل نزدیک نماز. من دیگه روزه مسلم ابن عقیلم رو تو سینه زنی میخونم. شما هم خسته شدین، پاهاتون درد گرفته، روی پا بایستید. همه روز زیارتی امام حسین با دقت، اونایی که هستن زیارتنامه بخونیم همه با هم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله. ساکت نباش. ساکت نباشی یا دو دست. صلی الله السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد همه زیارتنامه بخونن، بزرگ و کوچیک. السلام اصحاب الحسین صلی الله علیک. دو دست بالا. همین دارالاماره هیچکی نیست واسه تو آبی بیاره، حتی شیرخواره هم تشنه میمیره. برگرد که هر همه بخونن. میبینم از همین دارالاماره هیچکی نیست واسه تو آبی بیاره، حتی شیرخواره هم تشنه میمیره. برگرد که هر مله رحمی نداره. به خاطر بچه هات برگرد، تو رو به مخدرات برگرد. تو رو به مخدرات برگرد. وفایی نداره این کوفه، پدر و مادرم فدات برگرد. تشنگی سهم بچه های تو میشه و جون من فدای تو میشه و اینجا کربلای تو میشه. تشنگی سهم بچه های تو میشه و جون من فدای تو. دارم روزه مسلم ابن عقیل میخونم.
میشه. آسمون خیمه عزای تو میشه و قتل گامنای تو میشه و خواهرت صدای تو میشه. فداک ابی و امی، فداک ابی و امی، فداک ابی. مسلم لحظه آخر گفت ارجع فداک ابی و امی، برگرد از اون راهی که اومدی، برگرد پدر و مادرم به فدات. تو هم به مسلم تأسی کن با صدای بلند، دو دست بالا، فداک ابی و امی، فداک. جای اونایی که هنوز نیومدن امام حسین رو دوست دارن تا قیامت بگو. دورم اندازه یک کوفه از تو، تنها اندازه یک کربلا غم. ذوالحج میره و پیرهنت هم غارت میشه. ماه محرم آخه تو کجا کجا کوفه، اگه میتونی نیا کوفه. آخه تو کجا کوفه، اگه میتونی نیا کوفه. همه پی غارتت هستن، غریبه و آشنا کو. میبینم از کنار گوشای دخترا خون میاد و کوفی بی وفا سرخوش از یه غارت دیگه است. میبینم اعمال شب عید قربان. عید قربان یا عید اضحی روز 10 ذوالحجه از اعیاد بزرگ اسلامی به شمار می رود. احیای شب عید قربان مستحب مؤکد است. غسل و زیارت امام حسین علیه السلام از دیگر اعمال این شب می باشد. بر اساس روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام، زیارت امام حسین علیه السلام در این شب موجب بخشیده شدن گناهان می شود. همچنین از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که امام علی علیه السلام دوست داشت که انسان 4 شب از سال خود را برای عبادت فارغ نماید: شب اول رجب، شب نیمه شعبان